ادهم مأمورزاده شهردار استرابشان در نشست خبریش بازداشت جنجال برانگیز گروهی از ساکنان را توضیح داد و گفته او مسئله به سرکشی جوان از خدمت حربی ربط دارد. قبلا وزارت کارهای داخلی اظهار داشت که کارمندانش پی تحقیق یک خبر فوری به زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت در شهر استرابشان رفتند. معرکه مهمی سیاسی دعوت به سطح قوی مسلح بود. نفری که دعوتنامه گرفت لیکن در مهلتی وقت معین شده در کمیسریت حربی حاضر نشد و محکمات حفظ حقوق نماینده‌شان توسط شخصان علاقه کاربری کردند، سراغ را معین کردند در مورد گرفتن همون دعوت شونده که دعوتنامه داشته به جای دعوت شده حاضر نشده بود. در همین مورد نافهمی میان ساکنان و کارمندان محکمات حفظ حقوق به میان آمد. روز 2 ایول ریاستی وزارت کارهای داخلی با نشر گزارش رسمی گفته بود که گروه از ساکنان دهه لکت را با سبب لطوکوب و مانع شدن به کار کارمندان میلیسه بازداشت کردند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسه بر چی سر زد و پس از چند ساعت نوا را از شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. برای تحقیق موضوع خبرنگار رادیو آزادی به جای حادثه رفت و با برخی از شاهدان آن صحبت کرد. یک خانواده در این دهه ادعا نمود که چند مأمور میلیسه دختر نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین بوده است. مقامات آن وقت عمک دختر و چند ساکن دهه را با خود بردند. پس از نشر این گزارش در رسانه‌ها، پیوندان دختر نابالغ در شهر استرابشان گفتند که مقامات به جای رسیدن به داد آنها برعکس فشار آوردند که چرا با روزنامه‌نگاران صحبت نمودند. در حالی که نقل‌ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پای فشاری دارند، وزارت یک ماه پیش اعلام کرد که نسبت به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده مأموری گشوده. ولی شهرداری میگوید حالا برخی بازداشت شده ها رها گردیدند. 3 نفر در حبس قرار دارند، 2 نفر با نظرداشت نوراندن از جای زیست و روزهای نزدیک کلنامه سود شهر قبول میشد و پرداخت از نتیجهش آگاه میشد. در بین بازداشت شده ها مدیر یک مکتب میانه شهر استرابشان هم بود. مقامات او را به یاری دادن به همدهگان متهم کردند. حالا خانواده رحمتوفا به اتهام دست‌درازی به دختر نابالغشان علیه 3 کارمند میلیسه شهر استرابشان به مقامات مراجعت کردند. پخش این نوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها گفتند اگر ساکنان استرابشان را برای حمله به کارمندان پلیس بازداشت کردند، باید اعمال میلیسه ها هم تحقیق و محاکمه شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرابشان.